درخواست باور نکردنی فیاض امید از آریانا سعید و جواب جالب و جنجالی آریانا سعید برای فیاض امید. فیاض امید کیست و در کجا زندگی می کند؟ من در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهم پرداخت، پس در ادامه با من باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. آریانا سعید هنرمند بی‌بدیل، خوش صدا و نام آشنا در میان هنرمندان افغانستان است. آریانا نه تنها هنرمند افغانستان است بلکه هنرمند تمام فارسی زبانان جهان است. آریانا سعید به طور رسمی در سال 2008 کارهای هنری خود را آغاز کرد و توانست در مدت بسیار کوتاهی به اوج شهرت هنری برسد. آریانا با آنکه سن کمی دارد ولی توانست 3 بار من حیث داور و 1 بار من حیث یاور در برنامه‌های رقابتی موسیقی افغانستان اشتراک کند. آریانا هنرمندی است که کنسرت‌هایش به سطح ملی و بین المللی برگزار می شود و درآمد آریانا سعید از کنسرت‌هایش بیشتر از $100,000 آمریکایی می باشد. فیاض امید هنرمند جوان و تازه کار کشور برای آریانا سعید پیشنهاد آهنگ دوگانه داده است، ولی آریانا سعید این پیشنهاد فیاض امید را قبول نکرده است و نخواسته با این هنرمند جوان آهنگ دوگانه اجرا کند. فیاض کارهای هنری خود را از برنامه رقابتی تلویزیون طلوع آغاز کرد و توانست خوب بدرخشد و یکی از شاگردان موفق استاد فرهاد دریا است. ولی هر کس خودش می‌داند و تصمیمات زندگیش. من هم آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای فیاض امید و آریانا سعید دارم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقه‌مندان فیاض امید و آریانا سعید به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای من را لایک نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما عزیزان آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.